السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد تزکیه نفس با چی گفته می شود؟ درباره تزکیه نفس میفهمونید؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تزکیه نفس البته در نزد اهل سنت و جماعت تزکیه نفس به چی گفته می شود؟ زیرا که فرقه های دیگری هستند که از تزکیه نفس ما دیگر چیز میفهمند. تزکیه نفس یعنی اینکه انسان نفسش را از شرک و کفر و بعدا هر اون گناه و معصیتی که هست از اونها خودش را پاک کردن. تزکیه معنای پاک کردن می شود. نفس یعنی نفسش را از تمام کفر و شرک نفس را پاک کردن میگن تزکیه نفس. و آیا کدام آیتی هست که در رابطه با تزکیه نفس دلالت بکند؟ بله، آیات های زیادی هستند. از جمله در سوره جمعه الله عز وجل میفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. یعنی حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه را تزکیه میکردند و تزکیه خیلی مهم است. تزکیه یعنی پاک کردن نفوس از تمام کفر و شرک و بعدا از تمام گناه و معصیت، حقد و کینه و بخل و حسادت و تمام اینها چی هستند؟ اینها همون بیماری‌های قلب هستند که انسان باید که قلبش را از این چیزها باید که پاک بکند. اولا از کفر و شرک و بعدا از اینه که دیگر از معاصی و گناهایی که هستند، امراض و بیماری‌های قلبی که هستند، خودش را از اینها پاک کردن. در رابطه درس‌های زیادی هست از اهل علم و طالب علم و بعضی درس‌ها را در رابطه با بیان کردگی هستیم. تقریبا 7-8 حلقه هستن، میتونید که در رابطه چیکار بکنید، درس‌ها را گوش بکنید. درس‌ها موجود هستن.